رامین ارسال تند و تیز، ضربه سری که زده میشه. اردانی اندونگ، خود اندونگ وارد محوطه جریمه خواهد شد، پاس به بیرون، چشمی توی دروازه، گل دقیقه 119. چه وقتی، چه زمانی اندونگ توپ رو برد و توپ در دروازه قرار گرفت. چشمی شادی رو به اردوی آبی پوشان میاره. اعتراض مازیار زاره. اوه چه دقیقه گل زدند، چه دقیقه گل زدند. همه چیز یک دفعه در دقیقه 119. چه ضربه بغل پای با دقتی زد، چه پاس خوبی اندونگ داد. و هواداران استقلال، این هواداران پرشور ملوان، نباید بازی رو به حاشیه ببرن بازیکنان دو تیم. بازی خوب و جوانمردانه ای رو از دو تیم دیدیم. انصافا تیم ملوان هم خیلی خوب کار کرد تا به این جای کار. هنوزم نمیشه بگی بازی تموم شده. هواداران استقلال در تصویر آهسته، اندونگ چه پاس رو به بیرونی داد، چه پاس کاتبکی داد و این ضربه هر چقدر به بدن خودش کشورد، فلباسی نتونست مانع از گل شدن توپ بشه.